در جلسه جنبست نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت ختلان در نیمسال اول سال جاری، معاونان رئیس ولایت، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، راهبران تشکیلات اداره‌های ولایتی و دیگر شخصان مسئول اشتراک نمودند. نخست رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید اظهار نمود که در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای سودمند و با استفاده از ذخیره و امکانات‌های موجوده در ولایت شرایط مهیا گردید که بیشتر نشاندهنده‌های رشد اجتماعی و اقتصادی با نتیجه‌های مثبت جنبست کرده شوند. ضمناً ابراز گردید که طبق تحلیل‌ها نوابسته از وضع دشوار اقتصادی در اکثر شهر و ناحیه‌های ولایت برای غنی‌گردانی و جمع‌آوری اندازها تدبیرهای مشخص عملی گردیده، اندیشیدن چنین چاره‌ها برای تامین قسم درآمد بودجه مساعدت نمودند. همچنین ارائه گردید که وابسته به اندیشیدن تدبیرها در سمت اجرای دستور سمارش‌های پیشوای ملت محترم امامی رحمان باید همیشه سعی و کوشش نماییم. در جلسه جنبستی همزمان معروضه معاون رئیس ولایت ختلان انظورت عبدالسلامزاده شنیده شد. در این دوره نشاندهنده کوتاه مدت رشد منطقوی ولایت ختلان به 17.1 میلیارد سومانی رسانیده شده، سرعت رشد واقعی آن 7.9% را تشکیل داد. حصه ولایت در نشاندهنده کوتاه مدت رشد جمهوری 24.1% را تشکیل می‌دهد. سرعت رشد اقتصاد منطقه اساساً از حساب زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات کشاورزی 10.4 بند فایزی، صنعت 6.3%، گردش سودا 7.7%، خدمترسانی پولکی 5.9%، بارکشانی 7.4% و مسافرکشانی 5.7 بند فایزی تامین گردیده است. در ماه‌های ینور ایون سال 2025 نقشه قسم عمومی درآمد بودجه ولایت 100% اجرا گردیده، واردات مبلغ‌ها 219 میلیارد تومان را تشکیل داد. اجرای نقشه واردات اندازها با در نظر داشت انداز اجتماعی غیر بودجتی 101.2% را تشکیل داده به بودجه 1 میلیارد و 563.3 میلیون سومانی وارد گردید که نسبت نقشه پیش بینی شده 18.6 میلیون سومانی زیاد می باشد. ضمناً قید گردید که نقشه قسم عمومی خراجات بودجه ولایت به حالت 1 ایول سال 2025 در سطح 96% تامین گردیده برای مبلغ گذاری ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی از حساب همه سرچشمه‌ها 2 میلیارد و 162 میلیون سومانی روانه گردیده است. ذکر شد که با مقصد رشد ساحه‌ها در نیمسال اول سال روان تشکیلات‌های قرضی مالیوی ولایت به سمت‌های گوناگون اقتصادی 2 میلیارد و 912.3 میلیون سومانی قرض‌های بانکی روانه نمودند که نسبت همین دوره سال گذشته 21.1% زیاد میباشد. همچنین گفته شد که در شهر و ناحیه‌های ولایت 40 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی تطبیق گردیده ایستاده است که در دایره آنها از آغاز تطبیق به حالت امروزه 859 میلیون دلار مبلغ‌ها برای خرید مال، اجرای کار و خدمترسانی در ساحه‌های معارف، تندرستی، کشاورزی، آبیاری، خانگی منزلی و کمونالی، انرژتیکا، نقلیات، اکولوژیا، حادثه‌های فوق‌العاده و سیاحی روانه گردیده است. در دوره حساباتی حجم گردش سودا در ولایت به 8 میلیارد و 55 میلیون سومانی و حجم خدمترسانی پولکی به 1 میلیارد و 418.2 میلیون سومانی برابر گردیده است که نسبت همین دوره سال گذشته متناسباً 8 و 6 بند فایزی افزایش یافته است. در 6 ماه سال جاری گردش سودای خارجی به 210.2 میلیون دلار آمریکایی برابر گشت که از آن 82.3 میلیون دلار یا 39% صادرات و 127.8 میلیون دلار یا 61% واردات مال و محصولات میباشد. ضمن پیشنهاد نشاندادها ابراز گردید که گرچند در دوره نیم ساله یکم سال جاری کارهای نظررس انجام یافتند، ولی مسئولین را میباید در اجرای اکثر تامینات ساحه‌ها جدی مناسبت نمایند. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید ابراز نمود که جهت تامین دورنما میباید چاره‌های ضروری اندیشیده شده از ولایت ختلان استحصال محصولات کشاورزی از نقشه زیاد استحصال گردد. متخصصان را میباید که مخصوصا در تامین تکنیک‌های کشاورزی و تامین تخم‌های خوش‌صفت مسئولیت جدی احساس نمایند. همچنین رئیس ولایت مسئولین ساحه را تاکید نمودند که میباید نخست سطح مدنیت شهرداری اهالی بلند برداشته شود و دستور داده شد که جهت برطرف کردن پرتوها در راه و گلگشت‌های استراحتی که باعث ناراحتی ساکنان میگردد چاره‌جویی گردد. وابسته به مشکلات جای داشته در ساحه تندرستی مخصوصا مسئله فوت مادر و کودک، نرسیدن متخصصان در بیمارخانه‌ها و دیگر مشکلات مبرم ساحه رئیس ولایت اظهار نگرانی کرده، همچنین برای پیشگیری بیماری‌های سرایتی دستورهای مشخص دادند. وابسته به دیگر نتیجه‌های رشد ساحه‌ها در جلسه اندیشه به میان آورده شد. ابراز گردید که برای اجرای دورنمای استحصال محصولات کشاورزی باید از هر وقت دیده بیشتر تلاش نماییم. همزمان تاکید گردید که نارسایی مؤسسه‌های تا مکتبی در برخی از شهر و ناحیه‌های ولایت از مشکل‌های حل طلب باقی مانده. در این زمینه می‌باید با جلب صاحبکاران وطنی کار را جانانک نماییم.
дар пай баррасии натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии вилоят, раиси вилоят Хатлон Давлаталӣ Саид аз раисони шаҳру ноҳияҳо доир ба рафти иҷрои дурнамои андоз, пешбурди корҳои ободонию созандагӣ, пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемикӣ, вусъат бахшидан ба корҳои саҳроӣ ва истифодаи самаравари заминҳои кишбоб ва дигар масъалаҳои мубрам пурсишҳо карда, ҷиҳати исрои камбудиҳои ҷойдошта дастури супоришҳои мушаххас дод.